نخر آقا نخر، وافل رنگی نخر. نظر چیه مهندس؟ عالی. خیلی همون فرق وافل سفید و رنگی رو نمیدونیم. چرا بعضی از سقف‌های وافل بوی بدی میدن و اگه دقت کنید یه سری ترک‌ها دارن. اگه میخوای وافل اجرا کنی فقط با وافل‌های سفید اجرا کن. وافل سفید از مواد نو ساخته شده. اگه سقف تر و تمیزی مثل این میخوای حتما وافلاتو سفید بخره. این وافل‌های رنگی با مواد کهنه ساخته میشن، تو گرما و فضای بسته بو میگیرن. این وافل‌های سفید با مواد نو ساخته میشن، مقاومتشون بالاه. بعد از اتمام کار وقتی قرار اینا رو در بیاریم ترک نمیخورن. مهندس نظرت چیه؟ حالا ما یه دونه اینجا وافل رنگی داریم، با همین براتون مثال میذارم. این وافل‌های رنگی مقاومتشون پایینه چون با مواد کهنه ساخته میشه. وقتی که میخوایم درشون بیاریم ترک میخورن. وافل‌های سفید به صرفه ترن چون معمولا تا آخر کار نمیشکنن، ترک نمیخورن، نیاز نیست دوباره خریداری بشه. اگه با وافل‌های رنگی کار کنی امکان داره بازم نیاز به خرید وافل داشته باشی چون ضعیفه. پس به هیچ وجه وافل رنگی نخر. رنگی میخری حداقل آبی نخر. نظر چیه مهندس؟